أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب فضل قیام اللیل، یعنی که باب در مسئله فضیلت و ثواب نماز شب. پس ما و شما این باب را چند حدیث هایش را گرفتیم و حالا باشد دوام حدیث های این باب را براتون تقدیم خواهم کرد. درس امروزمون از حدیث 1176 کتاب ریاض الصالحین شروع می شود. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین در زیر حدیثی 1176 میگوید و عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما روایت است، هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگویند احب الصلاة الی الله صلاة داوود، یعنی که محبوب ترین نماز نزد الله تبارک و تعالی نماز داوود علیه السلام هست. یعنی از نمازهای نافله محبوب ترین و دوست داشته ترین نماز در نزد الله تبارک و تعالی نماز است که به مثل نماز داوود علیه السلام خوانده شود، یعنی که از نمازهای نافله که حالا پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت داوود علیه السلام نماز شبشان را چی طور می‌خواندند در همین حدیث بیان می‌کند. پس محبوب ترین نماز نزد الله از نمازهای نافله نماز داوود علیه السلام بوده است. و احب الصیام الی الله صیام داوود، و همچنین دوست داشته ترین و محبوب ترین روزه در نزد الله تبارک و تعالی روزه داوود علیه السلام هست. یعنی روزه های نافله غیر رمضان محبوب ترین روزه به مثل روزه داوود علیه السلام گرفتن هست که در همین حدیث همچنین روزه داوود علیه السلام رو پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان میکنند. اکنون پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید، یعنی که حضرت داوود چی طور نماز میخوندن؟ میگه کان ینام نصف اللیل و یقوم ثلثه و ینام سدسه، یعنی داوود علیه السلام نیم شب را خواب میکردن و از 3/1 را داوود علیه السلام نماز میخواندند و از 6/1 را حضرت داوود علیه السلام باز خواب میکردند. یعنی چی؟ خلاصه این مسئله این هست. مثلا تصور کنید که شب 6 ساعت است. یک شب مثلا از نماز خفتن تا صبح دمیدن مثلا اگر 6 ساعت باشد، پس حضرت داوود علیه السلام همین شب را چی طور میگذراند؟ یعنی 3 ساعت اولش را خواب میکرد. مثلا شب 6 ساعت باشد، 3 ساعت اولش را خواب میکرد. بعد از 3 ساعت میخست و 2 ساعت عبادت میکرد، 2 ساعت الله را میپرستید، 2 ساعت نماز شب میخواند. بعد از اون 2 ساعت عبادت کردنش باز 1 ساعت دیگر خواب میکرد، باز 1 ساعت دیگر خواب میکرد. پس بهترین نماز شب انا همین است که انسان شبش را تقسیم بکند. به مثل که مثلا تصور کنید 6 ساعت 3 ساعت خواب کند و 2 ساعت عبادت کند و باز 1 ساعت خواب کند و بعد بخیزد نماز بامداد را بخواند. چقدر نماز
آرام و چقدر نمازی پرفضیلت و چقدر نمازی با ثواب و اجر است در نزد الله تبارک و تعالی این نماز. پس این هست طریق خواندن نماز داوود علیه السلام. اکنون روزه اش چی طور است؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که و یصوم یوما و یفطر یوما، یعنی که و حضرت داوود علیه السلام روزه میگرفت یک روز و میخورد یک روز، یعنی یک روز در میان روزه میگرفت، یک روز روزهش را میخورد، یک روز روزه میگرفت. پس از روزه های نافله افضل ترین روزه همین است. اگر انسان قدرت و تواناییش داشته باشد یک روز روزه بگیرد، یک روز بخورد، یک روز روزه اش را بخورد. از روزه های نافله افضل ترین روزه می باشد. این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1176 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1177 کتاب ریاض الصالحین امام نووی رحمه الله میگوید و عن جابر رضی الله عنه قال، یعنی که از حضرت جابر رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، حضرت جابر رضی الله عنه میگوید شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را که میگوید این فی اللیل لساعتا، یعنی هر آینه در شب یک لحظه وجود دارد، یعنی هر شب لحظه دارد. لا یوافقها رجل مسلم یسأل الله خیرا من امر الدنیا والآخرة الا اعطاه ایاه و ذلك کل لیلة. پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگوید در شب لحظه هست که لا یوافقها، یعنی که در یابد، لا را ترجمه نمی کنیم، در یابد رجل مسلمون، مرد مسلمان، انا همون لحظه دعا را، انا همون لحظه شب را یسأل الله خیرا من امر الدنیا والآخرة، درخواست کند از الله تبارک و تعالی نیکی از دنیا و آخرت را، یعنی نیکی چی از امر دنیا باشد و چی از امر آخرت باشد، هر نیکی را طلب بکند الا اعطاه ایاه، الله تبارک و تعالی میدهد برای اون بنده اون خواسته اش را، یا خواسته اون بنده را الله تبارک و تعالی برآورده میگرداند. یعنی در همون لحظه هر کسی که دعا میکند، طلب میکند، هر چیزی که از کار دنیا و آخرت میخواهد الله تبارک و تعالی خواسته اش را برایش میدهد، به خواسته اش اون بنده را میرساند. و ذلك کل لیلة، پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه این لحظه که تو دعا کنی الله سبحانه و تعالی به مقصدت میرساند، کل لیلة، یعنی همه شب است، همه شب انا همین است، یعنی همین لحظه در همه شب وجود دارد. هر وقتی که میخیزی، اول شب، بین شب، آخر شب میخیزی، نماز میخوانی، عبادت میکنی، دست به دعا میبرداری، از الله تبارک و تعالی طلب میکنی، هر چیزی که میخواهی الله تبارک و تعالی برای تو میدهد، الله سبحانه و تعالی تو را با اون خواستت میرساند. این بود حدیث 1177 رواه مسلمون. این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. بعد از این حدیث 1178 کتاب ریاض الصالحین امام نووی رحمه الله میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، میگوید از ابو هریره رضی الله عنه روایت است هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند اذا قام احدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که اذا قام احدكم من الليل، یعنی هنگامی که خیست کدام از شما در شب، مثلا نیم شب
خواستید که بخیزید الله را عبادت کنید، نماز شب بخونید، چیکار کنید؟ فلیفتتح الصلاة برکعتین خفیفتین، پس شروع بکند نمازش را، عبادتش را، نماز شبش را آغاز بکند برکعتین خفیفتین، با 2 رکعت کوتاه. یعنی اول 2 رکعت کوتاه بخواند، بعد از این شروع کند عبادتش را. این همچنین سنت است که انسان نماز شبش را، امر مستحب است که انسان نماز شبش را در اول 2 رکعت کوتاه بخواند، بعد از این شروع کند به باقی مانده رکعت هایی که به باقی مانده نماز هایی که در شب میخواند. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. این بود حدیث 1178 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1179 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1179 میگوید و عن عایشه رضی الله عنها قالت، یعنی از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا قام من الليل افتتح صلاته برکعتین خفیفتین، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هنگامی که میخیست در شب، یعنی که شب برای نماز شب خواندن که میخیست، افتتح صلاته، یعنی آغاز میکرد نمازش را، ابتدا و شروع میکرد نمازش را برکعتین خفیفتین، به 2 رکعت کوتاه، 2 رکعت سبوک و کوتاه میخواند، بعد نماز شبش را رسول الله صلی الله علیه و سلم شروع میکردند. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. پس این 2 حدیث دلالت میکند که انسانی که میخواهد نماز شب بخواند، اول 2 رکعت نماز کوتاه، نماز سبوک، نافله بخواند و بعد شروع کند نماز شبش را. این بود حدیث 1179 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1180 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر این حدیث میگوید و عنها رضی الله عنها قالت، یعنی که از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا فاتته الصلاة من الليل من وجع او غیره، یعنی که حضرت عایشه رضی الله عنها میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم، کان رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اذا فاتته الصلاة من الليل، هنگامی که فوت میشد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز از نمازهای شبش، من وجع او غیره، از بیماری و از غیر بیماری، به هر سبب دیگر، اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز شب خواندن نمیتوانستند، یعنی نماز شبشون فوت میشد، صلی من النهار 12 رکعتا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه در روز 12 رکعت نماز میخواندن، یعنی قضاش میداشتن، یا در عوض اون نماز شبش 12 رکعت، یعنی که در شب که میخوان 11 تا میخوان نماز ویتر، وقتی که در 11 تا میخوان، زیرا که 10 تاش نماز نافله یا 8 تاش نماز شب، نماز قیام اللیل یا نماز تهجد، و 3 تاش نماز ویتر. اما در روز که میخوان نماز ویتر را پره میکرد، یعنی که 2 تا میخوان، بگم جفتش میکرد. پس 11 تا نمو پیغمبر صلی الله علیه و سلم 12 رکعت در روز قضا می داشتن، اون نماز را که در شب نتوانستند بخوانند، چی از سبب بیماری باشد، چی از دیگر سببا که مانعه نماز شب پیغمبر صلی الله علیه و سلم شده بود. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم قضاشون می داشتند در روز، اما نماز ویتر را طاق نبود، بلکه جفت می خواندن وقتی قضا می داشتند. رواه مسلم،
این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. این بود حدیث 1180 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1181 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله میگوید وعن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال، یعنی که از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفتند رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه میگوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند من نام من حزبه او عن شیء منه، یعنی هر کسی که نام عن حزبه، یعنی در خواب بماند، در غفلت خواب بماند، عن حزبه یعنی که از اون وظیفه‌ای که برای خودش قرار دادگی بود، وظیفه نماز شب یا قرآن خواندن در نصف شب یا تکرار کردن قرآن در نماز شب، خلاصه آن حزبی که آن وظیفه‌ای که برای خودش قرار دادگی بود، نماز شب یا قرآن خواندن، او عن شیء منه، یا در خیز که بعض همون حزبی وظیفه شبانه اش را ادا کردن نتوانست. مثلا خیز که نماز بامداد خیلی نزدیک است، 2 رکعت یا 4 رکعت خواند اما نتوانست که پره‌اش بکند. من نام عن حزبه او شیء منه او عن شیء منه، یعنی هر کسی که در خواب بماند از وظیفه‌ای که در شب داشت، از آن عبادت و ذکر، او عن شیء منه، یا از بعضی از اون، یعنی که تماما اون وظیفه‌اش اجرا کرده نتوانست یا بعضیش را اجرا کرد اما وقت خیلی تنگ بود. میگه فقرأ فیما بین صلاة الفجر و صلاة الظهر، فقرأه پس بخواند همون وظیفه اش را فیما بین صلاة الفجر و صلاة الظهر، یعنی آنچه که بین نماز بامداد و بین نماز پیشین هست، یعنی بعد از نماز بامداد، بعد از نماز شروق را خواندن دیگر میتواند که اون وظیفه را که شب نتوانسته بود اون را ادا بکند، اون را بخواند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه وقتی که اون را انسان میخواند، وظیفه‌اش شب خواندن نتوانست که در روز که خواند، اون را وقتی خواند یا قضاش داشت یا عوض اون را که خواند چی میشود؟ کتب له کأنما قرأه من اللیل، یعنی نوشته میشود در نامه اعمال این انسان، کأنما گویا این که این انسان قرأه من اللیل، یعنی خوانده است همین وظیفه اش رو در شب، یعنی به مثل گویا اینکه در شب خواند این وظیفه‌اش رو، انا همین طور در نامه اعمالش ثوابش نوشته می شود. زیرا که این انسان از علت، از سببی در خواب ماندن یا در خواب ماند که نتوانست وظیفه شبش را اجرا بکند، یعنی علت سبب بود، از این حساب در روزم که خواند الله تبارک و تعالی گویا که این انسان در شب خوانده است، انا همون طور در نامه اعمالش ثواب را نوشته می کرده است. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. پس این بود حدیث 1181 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1182 کتاب ریاض الصالحین، این حدیث را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس درس امروزه را در همینجا به پایان میرسونیم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.